مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سامه یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. امروز قصد داریم که راجع به پشت پرده های دعوای جنجالی امیر تتلو یا امیر حسین مقصودلو با خانم سحر قریشی با شما صحبت بکنیم که یک دعوای عجیب و غریب و جنجالی و پشمریزون رقم خورد که امیر تتلو در یوتیوب خودش چند تا کامیونیتی گذاشت، اصطلاحاً پست گذاشت و رسما اعلام کرد که میخواد جدا بشه از سحر قریشی. یه سری صحبت‌ها و فکت‌ها هم برای دلایل جداییش آورد که خیلی این قضیه وایرال شد، خیلی ها اومدن راجع به این قضیه صحبت کردن. خلاصه فضای مجازی به معنای واقعی کلمه ترکید و تو همون دقایق اولی که امیر تتلو داشت راجع به سحر قریشی پست میذاشت، کامیونیتی میذاشت و صحبت میکرد و هر لحظه که این قضیه داشت درجه حرارت حالا سر و صدا و حاشیه‌هاش بیشتر میشد، خیلی از دوستان اومدن به من کامنت دادن، پیام دادن، زنگ زدن آقا این دعوای چجوری راست این مطالبی که توی پیجا گذاشتن فتوشاپ خود تتلو گذاشته چه این و چنان. خلاصه خیلی این قضیه وایرال شد و سر و صدا کرد. من استثنا نسبت به این قضیه اگه دقت کرده باشیم ما تو کانال خودمون سعی می‌کنیم که سریع همه موضوعات رو راجع بهشون صحبت بکنیم، اما با توجه به فیدبک هایی که من از ویدیوهای قبلی نسبت به تتلو گرفته بودم و خیلی از دوستان کامنت گذاشتن که آقا چرا داری از تتلو حمایت می‌کنی، چرا راجع به آدم خیلی صحبت می‌کنی و چنین و چنان، که من دلایل خودم رو آوردم و گفتم چرا من دارم حمایت می‌کنم که برید ویدیوهای قبلی رو ببینید. استثنا در این مورد من 7-8 ساعت صبر کردم. قبلا من به نیم ساعت نمیکشید راجع به موضوعات صحبت میکنم، توی این قضیه 7-8 ساعت صبر کردم که براتون اثبات بکنم که یک سری افرادی که توییتر مدار هستن، یعنی یه آدم هستن سیاست مدارن، یه عده هستن توییتر مدارن، یعنی سعی میکنن که توی توییتر توییت بکنن موضوعات مختلف رو با یک ژست آدمی که همه موضوعات رو اینا از پشت عینک خودشون دقیق و درست میبینن ولی بقیه دارن اشتباه میبینن. بعد خدمت این افراد عرض بکنم که چیزی که من جلوی خودم 7 میبینم شما جلوی خودت بذاری، یعنی از اونجا ببینی 8 میبینیش، یا چیزی که من 9 میبینم شما 6 میبینی. از 69 اینا خواستم به شما بگم که نوع نگاه منی که حالا یه مقداری نزدیکتر امیر تتلو و نزدیکانش رو میشناسم با نوع نگاهی که از بیرون دارن میشناسن کاملا متفاوت و شاید بگم عجیب و غریب تر هستش. اما من خیلی سعی کردم که راجع به این قضیه یک فاصله‌ای بذارم تا ببینم اون افرادی که در توییتر توییت میکنن و اون افرادی که در اینستاگرام و تلگرام نسبت به این قضیه واکنش میخوان نشون بدن، نسبت به این دعوا میخوان صحبت بکنن، چه واکنشی نشون میدن. واکنش ها 3-4 دسته بود. واکنش های دسته اول اینطوری بود: یا ابوالفضل، پشمام، برگام و چنین و چنان. البته بذارید این وسط یه پرانتز باز بکنم، شاید خیلیا اصل ماجرای دعوا رو ندونن و بگن اصلا دعوا چی بوده، چون امیر تتلو این کامنت ها پستش گذاشته بود تاگ کرده بود. طرفداران شیشاتیش امیر تتلو که کل ماجرا رو میدونن و میدونن که ماجرا از چه قرار بوده، دنبال میکنن لحظه این قضیه رو داشتن نگاه میکردن و کامنت میذاشتن، انواع اقسام نظرات بود. یه عده دیگه کلا حالا مخاطبایی هستن که گذرا هستن، براشون این اخبار جالب و جذابه ولی پیگیر نیستن، ولی حالا این موضوعات پیش بیاد میرن دنبال میکنن. برای اون دسته آدم هایی که حالا از این قضیه جا موندن و نمیدونن اصل ماجرا چی بوده، خیلی گذرا و سریع با احترام به طرفداران تتلو که این قضیه رو میدونن این ماجرا رو من سریع توضیح بدم روی تصویر و کامیونیتی ها پستایی که امیر تتلو گذاشته بوده. گفته بوده که من واقعا نمیدونم زنها چه جوری هستن و چشونه، از همین الان مجردی خودم رو اعلام میکنم با احترامی که نسبت به ایشون قائل هستم. ایشون آدمی هستن که فقط آدم پوچی هن و بی اخلاقن و منظورش سحر قریشی بود، فقط سیگار میکشه و میخوره و میخوابه، انگار مثلا جیمی استخدام کردم. ایشون خانم سحر قریشی اعتیاد داره و اگه بهش مواد نرسه یه جور دیگه ای میشه. من خودم از ایشون معتادترم و خانواده‌اش بیان تحویلش بگیرن. من فلان خوردم که با ایشون رفتم تو رابطه. صراحت امیر تتلو و اینکه خیلی رک ماجرا رو میگه جالبه که راجع به رک بودن امیر تتلو هم یه صحبتی خواهم کرد. بعد گفته که الان با واجهی که داریم می‌بینید تصویر
فلان خوردم رفتم تو رابطه و واقعا این دفعه آخرین باری بود که با یک دختر اینقدر رو دادم که بخواد اینقدر بهم بی‌احترامی بکنه، سر صدا بکنه جلو آشپز و مهمون و هوادار رو. میگفتش که ایشون یه بار سر صدا کرد ما گذاشتیم به حساب مستی، یه بار سر صدا کرد گذاشتیم رو حساب اینکه مواد بهش نرسیده، یه بار سر صدا کرد گذاشتیم رو حساب دوری و غربت از خانواده نمیشه که من ایشون رو ببخشم و فلان و بیسان و بهمان. من بعدم چارتای قبلی بعد بودم اشاره کرده به دوست پسر قبلی یا شوهر قبلی خانم سحر قریشی، مهدی طارمی و امید و علومی و نمیدونم افراد دیگه‌ای که بودن و گفته که من بد بودم یا بقیه هم بد بودن و ایشون میگفتش که قبلا کوک میزده، چیزی که حالا نرمال البته هستش در بین بازیگرای سینمای ایران و خیلی گفتم کوک میزن دیگه. امیر تتلو این قضیه رو تایید کرد، گفته که من با 1000 تا بدبختی و قرص و آرامبخش و کادو و تتو و ماساژ و اینا ترکش دادم. خب اینو نمیبینن که امیر تتلو یه کار مثبت برای طرف انجام داده و یه کاری کرده که از مواد فاصله بگیره، خودش اشاره داره ریز میکنه و یه پرانتز باز کرده داره این قضیه رو میگه ولی افراد اینو نمیبینن. حالا مست میکنه، بهش میگم مست نکن، فلان نکن، بیسان نکن، مدام هی سیگار میکشه، سرفه میکنه و از این صحبت‌ها. یه فحشی هم داده به سینمای ایران. ببینید توی پیاماش وقتی امیر تتلو داره صحبت میکنه داره صحبتی رو میکنه که یه نفر من از یه اتفاقی نجاتش دادم، از اینکه من نمیخوام این مشروب مصرف بکنم، چون مدام توی پیامش میگه که این دختر نمیدونم مسته، حالا داره میبینید روی تصویر، نمیدونم چیکارش کنم، باید این مستشو بذاره کنار، مواد رو باید بذاره کنار، مشروب باید بذاره کنار که حالا و اگه برم پیشش و الان از خونه اومدم بیرون یه کاری دست خودم و دست خودش میدم و ممکنه که کار به شکایت کشی بکشه و بیان خانواده‌اش برش دارن ببرنش و این وضعیت درست نیست. که سحر قریشی هم یه دونه کامنتی گذاشت تو یوتیوب خودش، گفتش که من معذرت میخوام، منم که معتاد به عشقم، حالا جلوی 80 میلیون میگم و پای احساساتم میمونم، دوستت دارم. و امیر تتلو هم ریپلای کرد این قضیه رو، گفته که فایده نداره، جلوی 80 میلیون بابت تک تک مسائلی که گفتم باید عذرخواهی کنی و قول بدی که دیگه تکرار نشو، تکرار شد مامانت میاد تحویلت میگیره تمام. اونم گفته که معذرت خواهی میکنم ازت، شما درگیر اساس کشی بودی، چون تتلو گفته به من درگیر اساس کشی بودم، اونم میخوام خونه‌مو جابجا بکنم، تو به جای اینکه به من آرامش بدی میای و این رفتارا رو میکنی، قول میدم که مشروبو بذارم کنار. ببینید خب حالا قولم داده و قول میدم که راجع به این موضوعات دیگه درست رفتار بکنم، داد نزنم و همون چیزایی که تو دوست داری رو رعایت بکنم. امیر تتلو هم گفته که در ضمن کلا کسی که تو تیم من با من این مدلی حرف بزنه نمیپسندم، نباید بگه تو، باید بگه شما، نباید بگه امیر، باید بگه امیرخان یا سلطان، باشه نباید بگه چشم، باید بگو اینم دفعه آخرت باشه. و خلاصه دعواشون ادامه پیدا کرده بود تا اینکه سحر قریشی معذرت خواهی کرد و دعوا تموم شد. اما واکنش‌ها در فضای مجازی چند دسته تقسیم میشد، به 3-4 دسته میتونیم تقسیمش بکنیم. دسته اولی که گفتم در ابتدای این ویدیو، یه عده بودن گفتن یا ابوالفضل، پشمام، برگام، پولکام، نمیدونم فلان و بیسان و بهمان و کلا نسبت به این قضیه تعجب کردن و گفتن که مگه میشه این دو نفر آدم همدیگر رو خیلی دوست داشتن و چنان و از این نوع صحبت. دسته دوم دسته بودن که دسته جماعت فلسفی، عاقل، دانا و دانشمند هستن و آدمایی هستن که خیلی فکر میکنن که میفهمن و گفتن که دیدی گفتیم که آخر این رابطه جداییه، دیدی گفتیم امیر تتلو اینا میکنه دستمال کاغذی، دیدی گفتیم امیر تتلو مثل یه پرتقال آبشو میگیره و پرتش میکنه اونور، دیدی گفتیم امیر تتلو ثبات اخلاقی نداره، دیدی گفتیم فلان. یعنی دیدی گفتیمایی که همه ما زیاد تو فک و فامیل و خانوادهمون تا دلتون بخواد داریم. موقعی که شما یه تصمیم مهم میخوای بگیری، موقعی که شما یه مشکل مالی داری، موقعی که اصلا کلا شما یه مشکل داری، این دیدی گفتیما نیستن، معلومه نیست تو کدوم سوراخی ان. به محض اینکه شما به یه مشکل میخوری، متخصص زدن سرکوفت، متخصص شروور گفتن و متخصص گفتن دیدی گفتیم فلانی بیسانی و ما میان زیر میزن میرن، که ما هم داریم از این نوع افراد که اینا دسته دوم هستن و میگفتن که امیر تتلو مشخص بود که ایشون رو هم دستمال کاغذی. دسته سوم از دو دسته قبلی باحال‌ترن، میگفتن که ببینید امیر تتلو رو زن ستیزه، ببینید امیر تتلو چقدر بیشوره، ببینید امیر تتلو رو که میاد تو فضای مجازی این دعوا رو وایرال میکنه و فضای مجازی رو اینجوری و چنان و چنین میکنه و حاشیه درست میکنه. ببینید یه سری از آدما هستن که میرن زیری کاراشون رو میکنن و توی فضای مجازی
سعی میکنن که هیچ چیزی رو نشون ندن و با 10 نفر آدم هم هستن همزمان 10 نفر رو هم ساپورت و کاور میکنن، با 10 نفر آدم هم میلاسن، با 10 نفر هم دارن از این کارا میکنن و زندگیشون میکنن. امیر تسلط از روز اول یه کاراکتر داشته، گفته که من هیچ چیزی واسه طرفدارام پنهان نیست. پس کسی که میخواد توییت بزنه، پس کسی که میخواد این خبر رو پوشش بده، پس کسی که میخواد نسبت به این قضیه صحبت بکنه و این قضیه رو وایرال بکنه، باید با دانش شناخت اون آدم نسبت به اون آدم اظهار نظر بکنه. مگر میشه مثلا من حالا این موس اینجاست، مگر میشه من تکنولوژی ساخت این موس رو ندونم که حالا جدا هم مثلا میشه شناخت دارم که این جدا میشه بیسیمه، بیام راجع به این اظهار نظر بکنم؟ باید من 100% این موضوع آره دیگه سه خونیم شد. مگه میشه من این موضوع این موضوع نشناسم بعد بیام مثلا راجبش صحبت بکنم؟ یا مثلا میشه من این ساعت رو نشناسم بیام بگم که این ساعت مثلا اینش اصل فیکه فلان؟ یا یه آدم رو، یه دانشمند رو نشناسم بعد بیام راجب اون آدم صحبت بکنم بگم فلان و چنان هستش؟ یا مثلا من بیام یه خواننده رو نشناسم بعد بیام راجب شخصیتش اظهار نظر بکنم؟ شما یا آدم رو میشناسید و کلا دنبالش کردید امیر تتلو رو، یا نمیشناسید. اگر نمیشناسید پس حق اظهار نظر کردن نسبت به این آدم رو ندارید و اگر هم بشناسید این نوع اظهار نظر رو نباید بکنید. چون امیر تتلو گفته که من همه زندگیم روی دختربازی بخوام بکنم، روی زن بخوام بگیرم، روی تمرین کنسرت بخوام بکنم، روی گل بخوام بکشم، روی هر نیو فیس بخوام بیارم، روی، پس هیچ چیزی برای من و طرفداران پنهان نیست. پس کسی نمیتونه به امیر تتلو بگه که چرا این قضیه رو کشوندی به فضای مجازی، چرا این قضیه رو وایرال کردی، وقتی خودش داره میگه و راجع به اخلاقیاتش داره صحبت میکنه و توی پیجش مدام نسبت به این قضیه داره صحبت میکنه. شما بیای راجع به این قضیه اظهار نظر با کلاس بکنی، اینجوری بشینی و راجع به توییت بکنیم، بی سوای دیگه تو رو میرسونه. خواستم نوع نگاه این افراد رو برای شما باز بکنم. دسته چهارم که کلا دیگه اینا اصلا شوتن، این دیگه یه جا دیگه رو کلا دارن میزنن، کریستیانو رونالدو یعنی کلا کات دارن زدن رفت یه جا دیگه. داداش این چیزی که تو داری میزنی اوته. اومدن چی گفتن؟ آره اینها دعوای ساختگی و چرت و پرت واسه مافیای بت و شرط بندی. اولا امیر تتلو نه سایت داره، نه قرار سایت بزنه، نه سایت شرط بندی داره، نه تتلو نه سحر قریشی سایت داره، نه قرار سایت بزنه. بعدش الانی که سایت ندارن دارن واسه چی الان این کارو انجام بدن؟ یعنی هر چیزی میشه یه چیزی یاد گرفتن به محض اینکه دو نفر تو فضای مجازی یه حرکتی میزنن اینا میگن واسه سایت. بابا امیر تتلو فوش خار مادر کشید گفت اینا کلاهبردارن، دزدن. الان من تو این ویدیوم دارم میگم کلاهبردارن، دزدن. نرید بازی بکنید. وقتی میرن بازی میکنن دیگه کی بیاد حرف بزنه. افتاد. اینم دسته چهارم. دسته پنجم هم بالاترن. میگن که اینا واسه حاشیه و فالوور دارن این کارو میکنن که یوتیوبشون رو ببرن بالا، از یوتیوبشون پول در بیارن. از یوتیوبش اگر پول در بیاره مگه مال پدر تو رو داره میخوره؟ مگه مال مادر تو رو داره میخوره؟ مگه ارث پدر تو رو داره میخوره؟ یوتیوب یه پلتفرمیه که تو ایران نتونستن ببیننش و فیلترش کردن. حالا یوتیوب داره به این افراد پول میده، مگه مال پدر تو رو داره میخوره؟ مگه ارث پدر تو رو داره میخوره؟ تو هم برو تولید محتوا بکن، دهن خودتو صاف بکن، بیا ویدیو بذار تو یوتیوب. پول در آورده، یکی اومد بهت گفت خرید به چنده. این نکته اولی که نسبت به این افراد. بعدش هم شمایی که میری توییت میکنی این موضوع رو، میری پستش میکنی توی اینستا، میری راجبش توی تلگرامت صحبت میکنی، میری راجب این قضیه صحبت میکنی، پس تو برات این قضیه مهمه که به عنوان یک محتوا راجبش صحبت میکنی و میذاری تو توییتت یا تلگرامت یا اینستات. پس برای تو یک جذابیت محتوایی داره. پس تو دنبال یک جذابیت محتوایی هستی که راجب این قضیه صحبت میکنی. اگر این قضیه باشه یه دونه دوده شکسته توی مثلا بورکینافاسو، چرا راجب اون قضیه صحبت نمی‌کنیم برای مردم؟ چون جذاب نیست، چون واسه تو فالوور نمیاره، چون واسه تو مخاطب نمیاره. پس به خاطر همین راجبش صحبت نمی‌کنیم. ادامه‌شو بهتون خواهم گفت. پرانتزم باز بکنم، لطفاً کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، اون
دکمه قرمز رو بزنید، نوشته سابسکرایب زنگوله رو هم بزنید، ویدیو برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید که کلا کانال پشت پرده رو داشته باشید، ویدیوها رو به لحظه ببینید. فقط هم خواهش می‌کنم تو یوتیوب ببینید، اگه من می‌خوام توی تلگرام یا اینستا بذارم خودم میذارم، بقیه مفتشو نبرن کپی بکنم بزنن تو اینستا و تلگرام. من ببینم حتما ریپورت خواهم کرد که بسته بشه کانالشون، پیجشون و چیزهای مختلف. به اشتراک بذارید، ویدیو رو نبرید کپی بکنید قلفتی بذارید اونجا. این سابسکرایب رو بکنید، میتونید ویدیو قبلی ما رو ببینید، ویدیو جدید رو هم ببینید. حالا از بحث خارج نشین، به خاطر اینکه یه سری افراد چون زورشون میاد تو یوتیوب یه عده افراد دارن کسب درآمد میکنن، این نقطه گفتم که حسابی حالشون جا بیاد و مخاطبای ما دوستداران تتلو هم فالو بکنن، دمشون هم گرم. میخوام اینو به شما بگم که یا شما اون طرف رو 100% میشناسی، اگر بشناسی پس نباید این توییت و این پست ها رو بذاری، یا اگر نمیشناسی پس شما راجع به هر موضوعی که صحبت میکنی و تحلیل میکنی بدون شناخت آگاهی داری اون تحلیل رو انجام میدی راجع به هر آدمی. بعد یه عده میومدن گفتن که آره سحر قریشی کرامتش رو از دست داده، داره خودش رو حقیر میکنه، کوچیک میکنه. خب بکنه، به تو چه؟ دوست داره این سبک زندگی رو، دوست داره از یه شخصی معذرت خواهی بکنه یا دوست داره یه شخصی رو داشته باشه تو زندگیش. این کوچیک کردن بفرما. دوست دارن الان تو فضای مجازی این قضیه ها رو برای خودشون ببرن جلو و حالا اگر پشتش سایت بود حرف شما درست بود. من خودم نفر اول میمدم راجع به این قضیه صحبت میکردم. مثلا دارم فلان سایت کلاهبرداری رو تبلیغ میکنن، این دعوایی هم دارن راه میندازن برای اونه. وقتی نیست، وقتی نه سایتی داره نه هیچی. شما خیلی از موضوعات پشت پرده نسبت به امیر تتلو رو نمیدونید. تو طول سالهای گذشته چقدر همین پول یوتیوب امیر تتلو رو خوردن. تو سالهای گذشته پول اسپاتیفایش رو خوردن. حالا الان یه چند وقتی تیم اومده یکی دو سالیه دارن این یوتیوبش رو جمع جور میکنن، افراد مختلف اومدن اضافه شدن، کمک دارن میکنن، تولید محتوا درست میکنن برای امیر تتلو. می‌بینید چقدر سر امیر تتلو تو موزیکاش کلا گذاشتن؟ چرا اون موقع نمی‌اومدید پست بذارید؟ چرا اون موقع شما درک از یوتیوب نداشتید؟ آهنگ امیر تتلو رو می‌خریدن $2000، ازش $100,000 پول در می‌آوردن. از سال 2011 تا سال 2019. دیگه 2019 به اینور امیر تتلو اومد تو یوتیوب. چرا نمیگید که اون آدم‌ها سر اینو کلا گذاشتن؟ آهنگاشو می‌خریدن $3000، $4000، پلتفرم‌های معروف پخش موزیک. قطعا خودتون میشناسید، 2-3 تا پلتفرم بیشتر نیستن. چرا الان راجع به اون پلتفرم‌های موزیک صحبت نمی‌کنید که میان قرارداد می‌بندن و آهنگ خواننده رو می‌خرن $1000، $2000، بعضیش $100,000 پول در میارن؟ واسه اونا خار داره راجع بهشون صحبت بکنید بگید پول در میارن از یوتیوب، ولی واسه اینا شما میشید آدم‌های دانشمند دست کردید تو جیبتون 1000 تومان آهنگ تتلو رو بخرید. بله من خریدم. اگه یه میگم تو من خریدم، من آهنگ تتلو رو خریدم، خودش هم میدونه. حالا 1 سنت هم شده من خریدم. خیلی از طرفداران تتلو آهنگ تتلو رو خریدن. هر موقع اومدید از اون آدم حمایت کردید، آهنگش رو خریدید، کپی نکردید از ربات‌های تلگرام و جای مختلف. هر موقع رفتید از یوتیوبش ویدیوشو دیدید، هر موقع رفتید تو یوتیوبش سابسکرایبش کردید، لایکش کردید، بعد بیاید بگید که ارث پدر منو خورده و از یوتیوب پول درآورده. وقتی به طرف برای درآمدش هیچ کمکی نمی‌کنید دیگه ببندید اینا هم. همچی میگن انگار دست کردن تو جیبشون به طرف دستی پول دادن. چند نفرتون اومدید مثلا گفتید که باشه ما دیگه آهنگ تتلو رو از تلگرام نمیبینیم؟ آهنگ تتلو توی یه سری از این ربات‌های تلگرامی بالای 8 میلیون کپی خورده، بالای 8 میلیون. با مفتشو دارن میبرن تو کانال تلگرام، براش کانال زدن 1.5 میلیون نفر. زحمت نمیدن به خودشون، سریع سرچ میکنن امیر تتلو من فالو میکنن تو تلگرام. خب برید اصلشو پیدا کنید، ببینید فیک اصل هست نیست، تو اینستا پیج داره نداره. میگه آقا من تو اوناشو نمیبینید، این ور قضیه رو میبینید. تا اینکه طرف یه حرکتی میکنه یه دست ما میشیم قلندر چی میگن، یه اصطلاح ضرب المثل این تیپی داره میزنن و بعد به من میگن که چرا از این آدم حمایت میکنید. نه عزیزم، بحث حمایت کردن نیست، بحث اینه که ما باید واقعیت رو نسبت به موضوعات مختلف ببینیم. اگه ما واقعیت رو ببینیم، درسته واقعیت تلخه، درسته واقعیت یه نفر که رکه، یه نفر که راسته، رک بودن رو میخواستم بگم، یه نفر که حقیقت رو داره میگه ما بدمون میاد ازش.
یه نفر تو خفا بره با 10 تا دختر به طرف تجاوز بکنه، میشه اون ماجرای هشتگ میتو که این همه اومدن ترتیب آدما رو دادن. یه نفر که بره 1000 تا کثافت کاری بکنه رو خوشمون میاد ازش، چون در ظاهر آدم مؤمن و مذهبی و با خدای خودش رو نشون میده. اما یه نفری که میاد رک همه این موضوعات رو میگه من دختربازیم روی، زن گرفتنم روی، نمیدونم نیوفیسم روی، همه رو صادقانه میاد میگه. شما باید یه کاری بکنید که این فرهنگ جا بیفته که همه صادقانه بیان هر چیزی رو بگن، با مردم صادق باشن. حتی همون سیاستمداری که زدن به گند و گو کشیدن و سیستم بود. ما باید این فرهنگ رو ترویج بدیم. من فشار میارم وقتی میگم آقا این قضیه حتما یه فکری دارم پشت ذهنم که حمایت میکنم از یادم تو رسانه. هرچند امیر تتلو از من بیشتر حمایت کرد، من حالا نسبت به امیر تتلو کمتر ازش حمایت کردم، یعنی اون 3-0 از من جلوه نسبت به حمایتی که از من کرده. ولی شما مثبت قضیه رو ببینید، شما همش منفی قضیه رو میبینید. یه آدمی که انقدر تالنت توی موزیک با یک پلتفرم یوتیوبی بدون اینکه 1 ریال هزینه تبلیغات بکنه، تنها خواننده‌ای در جهان امیر تتلو به نظر من در تمام زبان‌های دنیا که بدون 1 ریال هزینه تبلیغاتی آهنگاش مگاهیت میشه. تو ایران برای مگاهیت کردن آهنگ باید 500 میلیون تومان خرج بکنید که یک سری پیج‌های زرد براتون آهنگاشو بذارن. دیدید دیگه، مثلا یه کلیپ احساسی مثلا میگن که خلبانی که از معلم خودش خواستگاری کرد، تو یوتیوب تو اینستا میذارن، بعد زیرش آخرش آهنگ طرفو میذارن که اینجوری وایرالش بکنن. دیدید دیگه هم ترفند جدیدی که تو اینستا گذاشتن. امیر تتلو یه خواننده دیگه بیارید، ابی هم پول میده واسه تبلیغاتش، حالت اسپانسری میکنه تو اینستا. من دیدم، میشناسم نزدیکاش رفیقایم. حتی ابی که ابیه واسه آهنگاش که میخواد پخش بکنه هزینه میکنه. به نظر من امیر تتلو تنها خواننده‌ای که آهنگاش، بعد هر آهنگی هم که میده بیرون راحت 1 میلیون نفر میبینن، 2 میلیون نفر فقط تو یوتیوبش میبینن. سایر پلتفرم‌هایی که کپی میکنن و تو سی دی و فلش میزنن تو ماشینا میشه خب میگه بحثش شده است. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید و ممنون از شما. خیلی دوست دارم شما هم کامنت بذارید، نظراتتون رو بگید، ویدیو رو لایک کنید، اگر دوست داشتید واسه دوستان خودتون به اشتراک بذارید، کانال ما رو هم سابسکرایب بکنید، میتونید ویدیو جدید ما رو به لحظه ببینید. ممنون از شما.